بسم الله الرحمن الرحيم. Становится ли кафиром человек, который иногда молится, а иногда оставляет молитву? Нет, тот, кто иногда молится, а иногда оставляет молитву, например, совершает зухр и аср, но оставляет магриб и айша, или молится один день и оставляет другой, то такой человек не называется полностью оставившим молитву. Это несмотря на то, что некоторые обладатели знания считали кафиром того, кто преднамеренно оставит совершение хотя бы одной молитвы. Доводом на это они приводят хадис от Ибн Умара, где сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто оставил молитву аср, его дела стали тщетными». Они сказали, что дела становятся тщетными лишь тогда, когда человек совершает действие, выводящее из ислама. Однако, правильное мнение, к которому склонилось большинство обладателей знания, и которое посчитал правильным Ибн Кудама, это: кто молится, но пропускает некоторые молитвы, такой совершает один из больших грехов. Он остается в лоне ислама, но на него распространяются страшные угрозы. По более правильному мнению, Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. در این صفحه‌ای که شما ارسال کردید از کتاب احکام الصلات یا که حکم تارک الصلات ابن القیم الجوزی گرفته شده. عادتاً سخنی کسایی گفته شده است که تارک الصلات کافر نمیگویند و از سخن ابن القیم الجوزی تعیین است که همون کسایی که تارک الصلات کافر نمیگویند از صحابه ها نیستند. بعد از صحابه ها اومده از تبع تابعین سخن می رود. گفتند قالو، گفتند کی ها گفتند؟ کسایی که تارک الصلات کافر نمیشمرند. گفتند که از رسول الله ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند هر کسی که آخری کلامش لا اله الا الله باشد داخل جنت می شود. البته آخری کلام این دیگر چیز است و آدمی تارک الصلات کافر است یا نیست دیگر چیز است. تارک الصلات کافر است، مرتد است. اگر پیش از مرگش توبه کند و آخرین کلمه لا اله الا الله که برود، البته ان شاء الله از او بشه میکشه جنت میره، برای اینکه توبه کرد. آخر الکلام دلیل نمیشود. برای اینکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ احد یکی از یهودی به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، یگان عملی نکرد و در همون وقت که جهاد فرض عین شده بود به جهاد واقع شد، داخل شد و کشته شد و جنت رفت. یعنی ما باید حالت از حالت فرق کنیم. آخر الکلام کسی که لا اله الا الله میگوید من باب قبول، تصدیق، ایمان، توبه، پیش از این مشرک باشدم قبول است. این دویم روایت میگه و فی لفظ آخر، در لفظ دیگر اومده است که من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل جنه. کسی که وفات بکند در حالتی که بداند که نیست معبودی بر حق بجز الله داخل جنت میشود. روایت امام مسلم. البته علماء اهل سنت و الجماعت همین حدیث روایت میگیرند، همین حدیث حجت میگیرند، میگن که یکی از شرط صحت لا اله الا الله این علم به معنایش است. یعنی معنای لا اله الا الله دونت حقیقتا. و دومیش میگن که هر کسی که معنای لا اله الا الله حقیقتا دونست، این دلالت میکند که مقتضاش به جا میبرد. فرضی که عملا هست نماز به جا میبرد. وقتی که به جا نآورد، دونسته به جا نآورد، این علم به او فایده نمیدهد. بارك الله فيك. دوم روایت میبرند و فی صحیح قصه عتاب بن مالک و فيها ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله ينبغي بذلك وجه الله. متفق علیه، حدیث بخاری مسلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که همونو که الله سبحانه و تعالی به جهنم حرام میکند، به آتش حرام میکند، کسی رو که لا اله الا الله رو گفته است و با همین گفته است وجه الله رو خواست، یعنی اخلاص، وجه الله، یعنی اینجا اخلاص در نظر برد. یعنی هر کسی که لا اله الا الله گفته باشد شرط پنجم لا اله الا الله به جا آورده باشد. چرا؟ اخلاص. از همین جهت علما همین حدیث رو جمع کردن و 7 شرط به وجود اومد. یه شرط دوم ذکر کرده، یعنی اخلاص داشته باشد. اخلاص همین است که شرک نداشته باشد. انا این حدیث خودش رد است به تارک الصلات کسی که میگه که جنت میرود. میگه برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی اومده است که من ترک الصلاه فقد اشرک و کفر. از همین جد علماء اهل سنت و الجماعت میگن که تارک الصلات هم مشرک است هم کافر است. حدیثی اومده است، پیامبر گفتن تارک الصلات مشرک است، شرک به واقع شد. در این حدیث اومده است که هر کسی که لا اله الا الله گفت اخلاص داشته باشه
داخل جنت میشد. پس نماز نخوند اخلاص دارد یا ندارد؟ ندارد، برای که پیامبر به نماز مشرک گفت. این جواب ما گفتیم، لیکن این دلیل هایی که یعنی کسایی گفتگی است غیر صحابه که ترک صلات کفر نفتیم روایت آورده است. و در حدیث شفاعت اومده است که میگند یقول الله عز وجل و عزتی و جلالی لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله. قسم میخورد الله که به عزتم و جلالم قسم میخورم که از آتش جهنم بیرون میکنم هر کسی که لا اله الا الله گفته است. و در همین روایت اومده است که یعنی در همین روایت با این چنین اومده است که فیخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. از آتش جهنم الله بعد از این قسمش بیرون میکند، از آتش دوزخ بیرون میکند انسان هایی رو که هیچ عمل قط نکردن، قط خیرا قط، یعنی ذره عمل نکردن. البته این حدیث متفق علیه است، لیکن حدیث ما باید به فهم خودمون فهمیم یا که به فهم علما. همین حدیث شفاعت به نظر کنید علما مجلات ها کتاب نوشته هستند. حدیث ما بیاید نظر کنیم از علمای معاصر و مانند محسن العبادی که زنده است. اگر نخواهید مرحمت سلیمان العلوان، علی بن خضیر الخضیر، حمود بن عقل شعیبی از مرده ها رحمهم الله تا سلف روید چی میگن؟ بهترین سخنهایی که در این موضوع سخنی امام بخاری، ابن منده و شیخ ابن خزیمه و علمای سلف اینو هست. میگن که اهل شفاعتی که الله اونها از جهنم میبرارد و لا اله الا الله گفتند، یعنی اینها اصول دین داشتند و این کلمه که خیرا قط اومده است یعنی این به زبان عربی فهمیده میشود که میگن چخیلی که ما توجیکان وایمه میکنیم یک آدم عملش کم باشد این یگون کار خوب نکرد میگیم انا همچنین است. یعنی اینها اصل ایمان داشت، اصل توحید داشت، اما واجبات در مسائل واجبات به نهایت به نفسش ظلم کرده بود. آدم هایی بود که فقط اصلی ایمان داشت تمام و نماز هم معروف است که اصل ایمان میرد، اما بعد از این مرتکب گناه های زیاد شده بود و دیگر عملی کردگی نبود، تمام واجبات ترک کردگی بود و تمام محرمات به دست داده بود، غیر از اصل دین، غیر از شرک. اینا مسلمون در این دنیا بود، الله اینها میبرد. این فهمی همین علمای سلف کتی. یک دویم فهمی که در این بالای این حدیث است، علما میگند این به همون کسایی هست که لا اله الا الله در مکه در اولی 10 سال اسلام گفتگی بودند و یگان عمل نکرده وفات کرده بودند، الله همونها جنت میبرد، معروف است. سیوم علما در همین مسئله میگن که والله اعلم قولی قوی ترش همین است، در آخر زمان یک طائفه از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم میموند که به تمام دین برداشته میشد، قرآن هم برداشته میشد و این انسان ها از دین هیچ چیز خبر ندارند به جز لا اله الا الله. یعنی اینها به توحید رسیدگی است، یعنی شرک است، توحید است، کفر به طاغوت دارند. این مسائل اعتقادشون خوب است اما عمل ندارند. اینها نماز گفتنی گپ هم نفهمیدن، روزه گفتنی گپ، زکات هیچی نرسید. اینها فقط همین مسلمانی میگفتند. همین ها مرند جنت میرن یا نمیرند؟ علما میگن که بله، اینها نمی شفاعت الله به گرفتار میشن. چرا نماز نخوندن؟ ما میگیم اگر نماز کسی که فهمد داند که اسلام در نماز نخوند این کافر است، اما وای اصلا نفهمیدگی باشد که نماز گفتنی چیز هست، نفهمیده باشد، عذر جهل است در مسئله نفهمیدنی بابی نماز، بابی مثلا روزه. اما امروز این خیلی آدم نیست، برای اینکه امروز اذان است، علما هست، طالب علم هست، هیچ جهل در این مسئله ناممکن است امروز در بین مسلمان ها. برای اون علما به مانند ابن تیمیه میگن که در بین مسلمان ها در مسائل معلوم من الدین بالضروره، مشهور و معروف که دانستنش ضرور است، امروز هیچ کس جهل یعنی دعوا کردن نمیتواند. نفهمیدیم نماز بدنه گفته بی نماز گارد، این کفر است. اما یک روزی همین خیلی شدنش ممکن است در آخر الزمان میگن. انا همین ها این حدیث به واقع میشه. بارك الله فيكم. و در سنن مسانید قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، یعنی حدیث بطاقه معروف است، حدیث بطاقه لا اله الا الله که روز قیامت یک آدم میرود به حساب کتاب الله گرفتار میشود. 99 سجل یعنی 99 دیله اون میبرن که همهش گناه است، اما بطاقه لا اله الا الله میبرن، بطاقه لا اله الا الله غلبه میکنه جنت میرد. یعنی این انسان اصل ایمان داشت، توحید داشت و اصل ایمان داشت، اصل ایمان به نماز داشت، توحید داشت، کفر به طاغوت داشت، الولا و البرا داشت، عدم الامتناع و التولی داشت
اما به نهایت گناه‌های زیاد داشت. لا اله الا اللهش این به غلبه میکند، توحیدش غلبه میکند، تمام گناهش بخشیده میرد، داخل جنت میرد. این معروف است. علمای اهل سنت و جماعت شرط داده است، کتاب‌ها نوشته دیگه است این مسئله. فخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غیر خارج. یعنی در اینجا میگه که همین آدم‌هایی که ترک الصلات یعنی عمل شرط نیست میگن، ترک الصلات کفر نیست میگن که به ما همین حدیث کافی است که الله از آتش سوزان جهنم بیرون میکند کسانی که عملی رو یک ذره عملی رو خیرا قط انجام نداده بودند. گرچند اگر میگن ولو کان کافرا، آدمی که عمل نکرده است بی نماز است اگر کافر باشد این انسان ابدالآباد در جهنم میستود، این الله بیرون نمیکرد. ما این به جواب دادیم که پیشتر که معنی این حدیث چی دیگه است. در دومش میگه که فهذه الاحاديث و غیرها تمنع من التكفير والتخليد. یعنی این حدیثایی که ما در بالا گفتیم میگه و غیر از این حدیث دیگر حدیث ها با تکفیر کردن و خالد مخلدن در جهنم گفتنی تارک الصلات من میکند. یعنی به همین حجت ها جایز نیست که آدمی تارک الصلات کافر گوید جهنمی گوید. و تجو من الرجاء له من یرجى لسائر اهل الكبائر. و میگه این دلیل ها و این حجت ها واجب میکنه شما به ضرور میشمارد که امید کنید در حق این انسان و چخیلی که در حق دیگر انسان هایی که به کبیره واقع شدند. تارک الصلات هم مثل همون دیگر انسان هایی که به کبیره یعنی ترک الصلات کبیره است میگه امید کرده میشد. قالوا ولان الكفر جحود التوحيد وانكار الرساله والمعاد جهد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانيه. يعني این میگه لان الكفر یعنی برای همونو که میگه یعنی گفتند که ها گفتند ترک الصلات تکفیر نکننده ها گفتند که کفر جهود توحید یعنی این کار کننده توحید، این کار کننده رساله، این کار کننده روز قیامت، این کار کننده هر چیزی که به رسول الله آورده است. این البته دیگر چیز گفتند. این البته یعنی همه خیلی گفته استند که اینو کفر گفته میشه، تکفیر کرده میشه. اما این انسانی که گفتند یگانگی الله قبول میکند، شهادت میدهد که محمد رسول الله است و بعد از این مؤمن به الله است، مؤمن به دوباره زنده شدن یعنی مؤمن به روز قیامت است. چگونه ما این حکم به کفر میکنیم؟ در حالت گفتن ایمان این تصدیق است و ضد تصدیق این تکذیب است گفتند. فهمیدید؟ و هو تصدیق و ضده التکذیب لا ترک العمل گفتند. ترک عمل گفتند این ضد ایمان نه، ضد ایمان تکذیب است گفتند. این انسان که تکذیب نکرده است و از دین دروغ نشمرده است است این مسلمان است، برای که ایمان دارد گفتند. ضد ایمان تکذیب است، ضد ایمان ترک عمل نیست گفتند. ترک عمل کرده باشند نمیشه. ببینید در اینجا شیخ ابن القیم الجوزی سخنی جهمی های آورده شدند. جهمی هایی که کفر فقط جحد تصدیق، جحد تکذیب استحلال میگوید. یعنی سخنی همون کسایی که جهمی هستند یا که علمایی که در همین مسئله به سخنی ارجاع واقع شدند، بمانند شیخ بارک الله فیکم ابو حنیفه و غیره. یعنی در باب ترک الصلات همین حجت های مرجئه کتی گرفتن. فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاهد؟ مشکل گفتن یک آدمی که مصدق است یعنی تصدیق میکند حکم میکنیم به مانند حکم یک کسی که دروغگو است و جحد است. یعنی اینا کفر فقط در تکذیب دیدند و جحد دیدند و استحلال دیدند. یعنی مذهبی همین جهمی. این یعنی دلیلی کسایی بود که ترک الصلات کفر نمیگوید. البته سخنش معروف است به هر یک طالب علم اهل سنت. در دوام شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی گفتند قال المکفرون، گفتند کسایی که ترک الصلات تکفیر میکنند. یعنی حالا باشد به شما سخنی همون علمای آورده میشود که ترک الصلات کفر میگن. الذين رویت عنهم هذه الاحاديث التي استدلتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بعينهم. سبحان الله. این علمایی که تارک الصلاة تکفیر میکنند جواب دادن به این علمایی که تارک الصلاة تکفیر نمیکنند، گفتن که همون روایت هایی که شما این حدیث هایی که آوردید روایت کردید و به همین روایت های آورده اتون از این حدیث ها حجت گرفتید، استدلال کردید به این که تارک الصلاة تکفیر کرده نمی شود، دانید که همون آدم هایی که شما از همون ها این روایت رو روایت کردید و تارک الصلاة کفر نمی شود گفتید، همین انسان های حدیث روایت کردگی صحابه تارک الصلاة کفر گفتند. یعنی معنای سخنش فهمیدید؟ یعنی گفتن که بله همین روایت هایی که شما کردید، این حدیث هایی که آوردید، این سخن هایی که گفتید از رسول الله کی روایت کرد؟ صحابه ها.
پس همین صحابایی که شما روایت هاشون میگیرید خودی همین صحابه گفتن که تارک الصلات کفر است. این دلیل قوی است. عنهم من الصحابه تکفیر تارک الصلات بعینهم، تکفیر کردن تارک الصلات به عینشون از همین صحابه ها روایت شده است. همین صحابه که شما حدیثاشون گرفته شدید، همین صحابه گفتن که تارک الصلات به عینشون هر یک من آدم کفر است گفتن. عیناً عموما نه عیناً، چون که جهمی ها عموما میگن به اون مدخلی. یعنی بار دیگر سخنی اهل سنت تصدیق میشد که تارک الصلات حکمشه صحابه ها کردگان، اجماع کردگان. یعنی تارک الصلات کفر گفته. اما کسی که تارک الصلات تکفیر نمیکند این بعد از صحابه چیزی که پیدا شده است. و هر کسی که تارک الصلات کفر نمیگوید کسی نباشد، امام است یا مأموم است، طالب علم است یا نیست، این مخالف اجماع صحابه است و این سخنش اعتبار ندارد. و در این مسئله اختلاف است، گفتن این عین جهل است، کسی نباشد. علماء اهل سنت و جماعت هم سخن میگن. و در دماش ابن القیم الجوزی میگن قال ابو محمد ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقته فهو كافر مرتد. ابو محمد بن حزم رحمه الله گفتن که همونو که به تحقیق روایت اومده است از عمر و عبد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و ابی هریره رضی الله عنه و غیر از این صحابه ذکر شده بود دیگر صحابه روایت شده است که میگویند همانو که هر کسی یک نماز فرض رو قصدن ترک کند تا اینکه وقتش برآید، نماز نخواند تا اینکه وقتی نماز برآید، وقتش بیرون شد، پس این انسان کافر است و مرتد است. فهو کافر مرتد بعینه. قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابه. و همین صحابه گفتند، یعنی بگیم همین کسانی که تارک الصلات کافر گفتند که ولا نعلم، و ما نمیدونیم به این صحابه هایی که تارک الصلات حتی به یک ترک صلات تکفیر کردند هیچ دیگر مخالفتی از دیگر صحابه، یعنی این صحابه های ذکر شده به دیگر صحابه ها انکار نکردند، بلکه اجماع سکوتی شد. صحابه ها همچنین بودند که اگر یک سخنی باطل گفته شود همه یعنی خاموش نمی نشستند، حق بیان میکردند. چه که حضرت عمر به یک کمپیر، یک عجوز برآمد حق بیان کرد، یا که گفتند که به شمشیر ما موروث میکنیم، گفتند جوش بیاد. وقتی که این صحابه ها آشکار به خاطر یک ترک صلات کافر و مرتد گفتند و به عینش حکم کردند، دیگر صحابه فهمیدند، این فتوا مشهور شد، همه خاموش، همه این چیز قبول کردند. این نمیشه در اصول فقه اجماع و سکوت میگن. وقد دل کفر تارک الصلاة الكتاب والسنه و اجماع الصحابه. به تحقیق دلالت کرده است به کفر تارک الصلاة کتاب، سنت و اجماع صحابه. این سخنی ابن القیم الجوزی است. پس انا این بود، یعنی چیزی که ابن القیم الجوزی نیستند. و در دوامش ابن القیم الجوزی در صفحه دیگر میگن که تارک الصلات کافر است، به عینش مرتد است، حتی یک نماز ترک کند، و هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند و اراده میکند این کافر است، به عینش مرتد است. و به این آیات های دلیل از قرآن سنت اجماع صحابه نقل کردند. پس حق در کجا است؟ حق در اجماع صحابه است. اختلاف بعد از اجماع صحابه اعتبار ندارد. هر یک طالب علم اهل سنت و جماعت باید اینه بداند و در این مسئله باید قوی باشد. سبحان الله، در همه مسائل اصولی اختلاف است. یعنی معناش این است که حق در اینجا وجود ندارد، کدومش خواهید بگیرید. گفتن این منهجی عین منهج اهل بدعت است. این چی؟ یعنی عین منهج اهل بدعت است. الله المستعان.